اولین مرافعه دادگاهی زوقیبک سعید امینی روزنامه‌نگاری بازداشت‌شده بعد از ظهر 11 اکتبر پشت درهای بسته برگزار شد. پیوندانش گفتند قرار بود مرافعه در دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی پایتخت می‌گذشت، اما به سببی برای آنها نامعلوم در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برگزار شد، ولی به آنها اجازه ورود ندادند. به سببی بسته بودن مرافعه جزئیات دسترس نیست. معلوم نیست که روزنامه‌نگار اتهام را پذیرفته است یا نه. جزئیات بیشتر را همکارمان محمد وفا رضازاده میگوید. یکی از پیوندان زوقیبک سعید امینی گفت نام و نسب زوقیبک در روی خط پرونده هایی که بررسی می شوند در دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی نوشته شده بود، اما با ما گفتند که در سیزا می گذارد، نه در سود. هیچ نفر از نزدیکان را اجازه درآمدن ندادند. این در حالی است که هفته پیش مادر سعید امینی حبیسه یتیمه و رادیوی آزادی گفته بود که 3 ماه باز او را ندیدند و نمیدانند در چه شرایط است. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی در مرافعه نخستین تنها وکیل دفاعی روزنامه‌نگار شرکت کرده طرفها با پرونده شناس شدند. دادرس جورابک شیرینزاده برای رسانه‌ها دسترس نیست و وکیل مدافع هم جزئیات نمی‌دهد. همزمان سبب پشت درهای بسته برگزار شدن مرافعه را نه دادرس و نه وکیل مدافع شرح ندادند. دادرس مرافعه را به هفته دیگر مانده است، اما سنه دقیقش معلوم نیست. این خبرنگاری تاجیک به همکاری با سازمان‌های در کشور ممنوع حزب نهضت اسلامی و گروه 24 گمانبر شده است. خودش بارها گفته است به هیچ سازمان و گروه مربوط نیست و همکاری نیز ندارد. هر دو سازمان نیز همگونه همکاری خود را با او رد کردند. زوقیبک سعید امینی روز 8 ایول امسال از طرف پلیس شهر وحدت دستگیر و بعداً به بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه برده شد.